چطورید بچه ها؟ اسم من آرش دیوونه ایپکس هم. امروز اومدم باهاتون چند تا از موومنت های بیسیک بازی که واقعا به دردتون میخوره رو بهتون یاد بدم. برو تو بریم. خب اولین حرکتی که میخواستم بهتون بگم، خب اولین حرکت چیه؟ بهش میگم بانی جامپ. ببینید شما وقتی به دیوار میزنید خودتون رو باید همزمان اسپیس رو بزنید و مثلا به سمت چپ میخواید حرکت کنید، به سمت راست رو حرکت کنید، همونو موستون رو بکشید، موستون رو بکشید مثلا به سمت چپ. الان یه نمونه رو بزنم. خب بفرمایید. ببینید خودتون رو دیوار میزنید، اسپیس رو میزنید. این ببین چند مدل بانی جامپ داریم. این آسون ترینشه. مثل اول که بخواید شروع کنید این فوق العاده آسون ترینشه. حالا مثلا چه کاربردی داره؟ این انمیه. یه وایسر داره نگاه میکنه. من تا اینکه وایسم مثلا بخوام خشاب عوض کنم، مثلا جلوش خشاب عوض کنم، چیکار میکنم؟ خودم پخش کنم بغل. حالا چطوری میشه الان؟ سوم شخص بهتون نشون بدم. نکنید. این آسون ترینش. خب حالا لول بعدیش چطوریه؟ بفرمایید. اینطوری. این شد. بفرمایید اینطوری. خب قسمت دوم که بانی جامپ هستش قسمت سخت‌ترشه. میپرم، اسپیس رو میزنم، بعد همون لحظه موسم به چپ یا راست فرق نداره کنم طرف حرکت میدم. مثلا میبینید خیلی چیز داره. بعد واسه این که بتونید این موومنت ها رو برید، این دو تا ستینگ هستش واسه موو فوروارد رو روی این جلوی موس به سمت بالا میکشید، بعد قسمت اسپیس رو که واسه جامپ هستش روی پایین میکشید. حالا دو تا چیکار میکنن؟ دومی که اسپیس بود، اینو وقتی رو پایین بکشید میپره، مثل همون چیز ایپکس رو، چیز اسپیس رو کار میکنه. بعد دومی که کار میکنه چیزی از پناه تپستری داخل بازی. اینو وقتی جلو بکشید یه ریزه میره جلو. بعد شما وقتی بخواید اسپیس بزنید به تنهایی بانی جامپ برید اینطوری میشه. حالا وقتی بخواید تپستری رو با بانی جامپ بزنید قشنگ شما میتونید مسیرتون رو به کل عوض کنید. اینطوری مسیرم کلا عوض شد. حالا من اونو نکنم، اون کارو نکنم، تا اینجا نهایتاً میام. خب حالا یه موومنت دیگه هستش به نام تپستری، بهتون توضیحشو دادم، ستینگش هم با هم دیگه دیدیم. این چی کار میکنه؟ آقا من اول خب دور بزنم این کاملا دور نمیزنه، اگه دقت کنید میبینید سرجش وای میسه. حالا من به چپ یا راست و هر طور دیگه. حالا وقتی دارم در حال دویدن، اینم میخوام در حال دور زدن، مثلا میخوام سمت راست دور بزنم، اینطوری کاملا سمت راست میچرخه سر 80 درجه. این چیزی نیستش که مثلا اول کم کم شروع میکنید به چپ و راست کردن، بعد همه جور عادت میکنید، بعد همه جور سر 80 درجه. حالا چطوری؟ اینو نه اینکه فقط یه دونه باید بزنید، اینو کلا میکشید با دستتون اینجوری میارید جلو، یه دونه نه نکنید. به نظرم بهترین موومنت واسه همین تپستری. آقا مثلا من اینجا کلام کردم اومدم بالا، میخوام دور بزنم، انیمیه یه ثانیه. حالا در غیر این صورت نخوام دور بزنم، کنید وای میسه، اصلا نمیشه، نمیتونم دور بزنم به اون سرعت. I leveled up. Upgrade waiting for me. This upgrade should help. ببینید زیپلاین ها تو بازی نقش خیلی مهمی دارن، چه واسه رفت آمد، چه واسه سریع جابجا شدن، چه واسه موومنت.
حالا چجوری موومنت شما دبل جامپ یاد گرفتی درسته؟ من به شما گفتم اینو موومنت بذار رو اسپیس، چیزی از کنم دبل جامپ. آقا من وقتی میپرم نکنید یه مقدار کمی رو به هوا پرت میشم. حالا وقتی میخوام دبل جامپش کنم من اینو موقع گرفتن ای میگیرم و همون اسپیس رو پایین میکشم. حالا چجور میشه؟ یه تایمینگ به خصوصی داره که باید دستتون میاد اینجوری. من 2 برابرش میتونم پرچم تو هوا. حالا سوم شخص رو بهتون نشونتون بدم که بهتر ببینید. ببین این دبل جامپه، این جامپ معمولیه. حالا دبل جامپ خب یه نکته دیگه در مورد وال جامپ، دیوارا رو که توضیح بهتون دادم ارتفاع بلند. حالا شیایی که ارتفاعشون کمتره که تو گیم خیلی زیادتره بخواید وال جامپ انجام بدید باید قبل از انتهای اون شی بپرید. چطوری؟ مثلا اگه مثلا من این نزدیک بپرم نمیتونم وال جامپ انجام بدم چون کلای میکنه روش، این میره ازش بالا. باید چیکار کرد؟ مثلا قبل از نزدیک شدن بهش به اون وسطش بیام تا اینجا من وال جامپ ها انجام بدم، به اون بالا که برسه کلا میکنه روش، نمیشه. خب به نظر من بهترین مومنت بازی اسم سوپر گرد هستش. ببینید این یه تایمینگ خاصی داره که شما همزمان باید اسپیس و دبلیو که رو به موو جلوه با کنترل شما همزمان باید زودتر اول اسپیس رو بزنید بعد کنترل و موو که رو به جلو هستش اینطوری. این شما قشنگ پرس میکنه جلو. حالا اگه نخواهید این کارو کنید یه شتاب کمی داره و کم پرس میکنه. نگاه کنید واقعا کسایی که این موومنت رو بلدن خیلی سخت میشه زدشون، خیلی سخت. این هم همش طبقه یه تایمینگای خاصی که باید دستتون بیاد. سوم شخص هم کنم، سوم شخص هم بهتون نشونش بدم. Now that's what got my outfit. Ready to fly, compadres? This upgrade is gonna give me a serious leg up. This upgrade is gonna give me a کلامی که بعدش serious leg اسپیس رو up. بزنید سوپر گلاید نداره. حالا سوپر گلایدش شکلیه. Must go faster. دیدید؟ فرق دیدید؟ این بود از ویدیو امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه، به درتون خورده باشه. اگه دوست دارید یه ویدیو واسه ایم بسازم که ایمتون رو خیلی بهتر کنه بتونید لگت کانال رو بگیرید، حتما لایک کنید، تو کامنت ها هم بهم بگید، سابسکرایب هم که دیگه اصلا فراموش نشه. فعلا بدرود.